با عرض سلام خدمت همه اساتید گرامی. مبحثی که در خدمتتون هستم روش تجزیه و تحلیل نتایج آزمون‌های عملی است که از دانشجویان پزشکی در بخش‌های بالینی گرفته میشه. میخوایم ببینیم وقتی میخوایم یک آزمونی گرفتیم اون نتایج رو ازش گزارشی برای مقام مافوق خودمون، حالا ممکنه مدیر گروه باشه، ممکنه معاون آموزشی یا رؤسای دانشکده ها و دانشگاه باشن، میخوایم تهیه کنیم به چه ترتیبی باید نتایج آزمون رو تحلیل بکنیم. همونطور که همه عزیزان میدونید بر طبق هرم آموزشی میلر به تدریج که دانشجوهای ما اکسپرت میشن، نالج، مهارت و نگرش اونا تغییر میکنه، آزمونهای ما هم پیچیده تر میشه. وقتی میخوایم فقط شناخت رو بررسی کنیم ممکنه فقط دانسته هاشون رو بخوایم ارزیابی کنیم با همون آزمونهای چند پاسخی، در واقع چند گزینه‌ای ارزیابی میکنیم. وقتی میخوایم بدونیم که اونها آنچه که میدونن یاد گرفتن رو میدونن چگونه باید انجام بدن، لازمه بیایم یک کیس پرزنتیشنی، شبیه سازی یا مالتیپل چویس هایی که مچینگ هستن رو براشون طراحی کنیم. اما وقتی میخوایم رفتار اونها رو بررسی کنیم بسته به سطحش، اگر فقط میخوایم به صورت یک دمانستریشن به ما نشون بدن چه یاد گرفتن، میتونیم در محیط های شبیه سازی شده استانداردی مثل آزمون های آسکی اونها رو ارزیابی کنیم و یا در خود محیط بالین ارزیابی بکنیم در واقع اونها رو، مهارت هاشون رو، که میشه همون آزمون های مینی سی اکس و دابس ما. پس بنابراین ما وقتی میخوایم پرکتیکال اسکیل تست ها رو بگیم 3 تا آزمون خیلی مهم داریم در گروه پزشکی. یکی وقتی که میخوایم اون به صورت استاندارد ما یک بیماری رو شبیه سازی کنیم در محیط بیرون و اینها بیان بگن اون پروسیجرشون رو چجوری انجام میدن بر سر اون بیمار، در واقع یک بیمار استاندارد، محیط واقعی نیست، که میشه همون آسکی. یه موقع است که در خود محیط بالین در درمونگاه و بخش میخوایم اونا ارزیابی کنیم که اگر یک مینی کلینیکال اِوالویشن باشه بهش میگن مینی 6 و اگر مستقیم اون پروسیجر رو ما داریم ارزیابی میکنیم بر سر بیمار بهش میگن دابس. میخوایم ما ببینیم این 3 تا آزمون رو اگر گرفتیم چجوری نتایج اونها رو در واقع تفسیر بکنیم. قبل از اینکه وارد تفسیر بشم بگم که علت این که خیلی رو این تفسیرها الان مانور میشه اینه که دیدن تو اون هرم میلر درسته که میان آموزش رو ارزیابی میکنن ولی یه سری عواملی هستن که روی در واقع پرفورمنس اون فرد تاثیر میذارن. اونا چی هن؟ عواملی مثلا جنسیت، مثل اعتقاداتی که اون دانشجو داره، مثل محیطی که داره این کار رو انجام میده. مثلا یک دانشجوی پسر شاید براش معاینه دختر سخت باشه، نتونه انجام بده، یا انگیزشی ممکنه یه تفاوت‌هایی باشه بینشون که مثلا چه سنی رو، چه جنسی رو چجوری معاینه بکنن. ما میخوایم ببینیم آیا اینها در این آزمون ما هم در نتیجهش تاثیر میگذاره، آیا که قطعا میگذاره، و اگر هست اون عوامل رو بذاریم کنار، بعد نتیجه رو تحلیل بکنیم آزمون دانشجومون رو. خب اول از همه با آزمونی که خیلی استفاده میکنیم، آزمون آسکی. آزمون آسکی چیه؟ یک ابزار ارزیابیه که بر پایه اصول عینیت و استاندارد کردن استواره. بنابراین اون چیزهایی که در یک محیط واقعی اتفاق میفته رو ما حذف کردیم. خودمون یک بیمار استاندارد با یک زمان مشخص در نظر میگیریم، میایم یک کار حرفه‌ای رو تو اون محیط شبیه سازی شده از دانشجو امتحان میگیریم. حتما اون آزمونگرامون باید قبلش آموزش دیده باشن و نمره دهی استاندارد رو بلد باشن. چه ایتهایی رو ارزیابی میکنیم؟ مهارت ارتباطی، گرفتن شرح حال، معاینه فیزیکی، پروسیجر انجام دادن، مثلا مهارت یک استدلال بالینی و تجزیه تحلیل نتایج و رسیدن به تشخیص، یا مهارت حتی ثبت وقایع، یا بلد شرح حال بنویسه، خلاصه پرونده بنویسه. اینها رو ارزیابی میکنیم. تو آزمون‌های صلاحیت بالینی که ما ایستگاه‌های مختلف، بخش‌های مختلف رو داریم، لزومی نداره در هر بخشی همه اینها رو ارزیابی کنیم. مثلا میتونیم بگیم تو بخش قلب ما شرح حالگیری رو ارزیابی میکنیم، تو بخش اعصاب مثلا معاینه رو. گاهی اوقات در یک بخش ممکنه چند تا مهارت رو ارزیابی کنیم. مثلا الان تو بخش داخلی الان داره هم معاینه رو بررسی میکنه هم مهارت ارتباطی، ولی بهتره که همپوشانی تا جای ممکن کمتر انجام بشه. حالا فرض میکنیم یک آزمون آسکی انجام شده و ما میخوایم نتایج اون رو تجزیه تحلیل کنیم،
تفسیر بکنیم ازش. باید چیکار کنیم؟ اول اون نمراتمون رو جمع‌بندی کنیم، یک آماده سازی دیتا ها رو انجام بدیم و بعد یک تحلیل توصیفی کنیم از کل آزمون، بررسی روایی آزمون، پایایی آزمون، آیا اون معیار قبولیمون درست بوده. یه تحلیل پیشرفته داره که حالا جلوتر توضیح میدم و بعد نهایتا تفسیر کنیم این آزمونمون رو و گزارش بدیم به مقام موافق که میتونه مدیر گروه یا معاون آموزشی دانشکده باشه. وقتی میگیم داده هامون رو جمع آوری کنیم یعنی چی؟ یعنی بیایم نمرات دانشجوهامون رو همه رو مرتب کنیم، هر دانشجو تو هر ایستگاه چه نمره‌ای گرفته و بعد یک ماتریکسی از این داده ها تو جدول اکسل باید درست بکنیم که در واقع سطرهای ما میشن دانشجوهامون و ستونهامون میشن ایستگاه ها یا همون مهارت های ارزیابی شده در واقع. و بعد داده هامون رو وقتی اینجوری میزنیم، حالا اگر یه دانشجویی توی یه ایستگاهی کار نکرده باشه، گم شده باشه، نمرش رو نداشته باشه، اون میسینگ دیتا هامون هم به این ترتیب مشخص میشه. پس اول میایم دیتا هامون رو در یک جدول اکسل به صورت ماتریکسی در واقع وارد میکنیم. گفتیم یکی از کارهایی که بعد دانشجو باید انجام بدیم تحلیل توصیفیه، یعنی بیایم میانگین و انحراف معیار نمرات دانشجوها رو در هر ایستگاه مشخص کنیم، در هر ایستگاهی حداقل نمره چقدر بوده، حداکثر چقدر بوده و بعد یک نمودار جعبه‌ای در اون اکسلمون بخوایم برامون بکشه. تو نمودار جعبه‌ای 50% بچه‌ها رو نمراتشون رو تحت عنوان یک باکس به ما نشون میده که بالایی میشه چارک سوم یعنی 75% بچه‌ها نمره‌شون زیر اینه و پایینی میشه چارک اول یعنی 25%. یک خط میانه به ما نشون میده، میانه یعنی نصف بچه‌ها و یک میانگین نشون میده که در واقع میانگین نمرات هستش. حد اکثر و حداقل نمره رو نشون میده و گاهی اوقات با حد اکثر نمره یا حداقل نمره یکی دو تا نمره مثلا یه پرت یه نمره داریم، مثلا بالاترین نمره 16 بوده، یه نفر 20 شده، اون میشه نقطه دور افتاده، اونو توی ریپورت ما عملا تفسیرش نمیکنه و این شکل های مختلفی رو به ما میده که حالا اگه اجازه بدین با مثال میگم چجوری باید تفسیر کنیم. خب روش انجام این تحلیل توصیفی گفتم تو فایل اکسل خودش انجام میده. چجوری؟ بعد از اینکه ما اون داده هامون رو وارد کردیم، ستون هامون ایستگاه ها بود و سطر هامون نمره دانشجوها، میایم اون ایستگاه خاص رو مد نظر انتخاب میکنیم، تو قسمت اینسرت استاتیکال چارت رو میزنیم و بعد میریم روی باکس اند ویسکر و در واقع اون برنامه اکسل خودش میاد حالا برای ما اون چارت رو میکشه. اگر بخوایم رنگی باشه از قسمت یه رایت کلیک میکنیم فرمت چارت و چارتامون هم رنگی میکنیم. الان فرض کنیم مثل این نمره دادیم و یک چنین باکس هایی از 5 ایستگاه به ما داده. ببینیم چجوری این داره به ما چی میگه وقتی میگیم این تحلیل توصیفی با در قالب یک نقاشیه. ببینید ایستگاه یک میانش تقریبا در خط وسط و نقطه های پرتش هم کمه، یک ایستگاه همگن و منظم بوده. ایستگاه شماره 2 ایستگاه سختی بوده به خاطر که تعداد نمرات پایین تر از میانه بیشتر از بالایی است و پرتاش هم در ضمن زیادن، ایستگاه خوبی نبوده. ایستگاه شماره 3 میشه بگه یه ایستگاه متوسط به بالاست، نسبتا راحت، پراکندگی نمرات زیاده، توزیع نمرات متعادله، اینم البته یه چند تای نمره پرت داشته. ایستگاه شماره 4 ما احتمالاً مهمترین ایستگاه ما بوده، بیشترین پراکندگی نمرات رو داشته و چند نفرم خب عملکرد فوق‌العاده تو این داشتن. و ایستگاه شماره 5 ایستگاه بسیار سختی بوده، تقریبا قالب دانشجوها افتادن مگر چند نفر که اونا پاسخهای خیلی خوب دادن. اما بررسی روایی آزمون ولیدیتی که ما تو خیلی از کارهای آماری انجام میدیم، روایی موقع است که ما روایی محتوا رو میخوایم، یعنی میخوایم بدونیم آیا ایستگاه ها مهارت های مورد نظر رو پوشش دادن، این باید نظر اساتید رو بدونیم. یه موقع است که روایی سازمون رو میخوایم، یعنی ما میخواستیم یه مهارت رو مثلا تو ایستگاه ارزیابی کنیم، میخوایم ببینیم آیا اون ایستگاه همون مهارت یا توانایی ادعا شده رو سنجیده. اینجا باید از آزمون تحلیل آمالی یا فاکتور آنالایزیس استفاده کنیم. یه موقع است که روایی ملاکی رو میخوایم ببینیم، میخوایم ببینیم مثلا این دانشجوها هر امتحانی میدادن تا حالا نمره خوب میشدن، الان آسکی هم دادن نمرهشون مثل بقیه آزموناشونه یا نه با بقیه آزموناشون همسانی نداره. ببینیم اون تحلیل آماری که روایی ساز است و خیلی برای ما مهمه چیه، که میخوایم ببینیم آیا ایستگاه اون مهارتی رو که ما ادعا میکردیم سنجیده یا نه. هدف از تحلیل آماری پیدا کردن اون الگوهای پنهان تو داده هاست، بررسی اینکه آیا چند ایستگاه یک آزمون آیا یک مهارت مشترک رو سنجیدن یا نه و
سعی کنیم تعداد متغیرهای ایستگاه‌ها رو کم بکنیم تا تفسیر ما راحت تر بشه. ببینید شما ایستگاه داخلی دارین، ایستگاه قلب دارین، همه اینا چند تا مهارت رو میسنجه، ولی ما لزومی نداره تو همه ایستگاه ها مهارت ارتباطی یا مهارت بالینی رو بسنجیم. مثلا انواع اصلی در واقع این تحلیل آماری یا فاکتور آنالایزیس، یکی اکسپلوراتوری فاکتور آنالایزیس، یعنی وقتی که نمیدونیم چند تا عامل داشتیم یا نه، ساختار پنهان داده ها چیه، و یکی تاییدیه، یعنی مثلا میدونیم ایستگاه 1 و 4 و 7 همشون مهارت معاینه بوده، ولی میخوایم ببینیم کدوم یکی مهمتره، رو کدوم یکی تاکید بکنیم نتیجهش. الان با یه مثال اینو باز میکنیم. فقط قبل از که مثال بزنم اول مراحل کار رو بگم، بعد با یه مثال اون رو ببینیم. وقتی میخوایم فاکتور آنالایزیس بکنیم برای روایی سازه، اول دیتا هامون رو تو همون جدول اکسلی که گفتیم میبریم، حداقل باید 5 تا ایستگاه باشه، نمرات همه ایستگاه ها رو کامل داشته باشیم. برای که ببینیم نمونه هامون کامله یا نه، یه آزمون KMO میکنیم یا کیس میر که باید بالای 6 باشه و یک آزمون بارتل میکنیم که باید زیر 5% باشه تی ولیومون. بعد میایم عواملمون رو استخراج میکنیم، اگر اینها زیر 1 بشن یعنی بررسی نمیخواد، اینا هم پوشانی نداشتن، و بعد چرخش اینها رو بررسی میکنیم. یه چرخش عمودی داریم برای ساده تر کردن تفسیر استفاده میشه، یه چرخش مورب داریم وقتی عوامل ما ممکنه همبستگی داشته باشن. یادمون هم باشه عوامل مثل هر جای دیگه باید کدگذاری بشه. مثلا مهارت 1 میشه مهارت معاینه، عامل 2 میشه مهارت ارتباطی، عامل 3 رو میذاریم تصمیم گیری بالینی. ببینید دیسک‌های مختلف ممکنه معاینه، مهارت ارتباطی و تصمیم گیری بالینی رو بخوان ارزیابی کنن، پس 3 تا عامل ممکنه تکراری باشه. میایم تفسیر بار عاملی میکنیم یا همون فاکتور لودینگ. میگیم اگر هر ایستگاه روی یک عامل بار بگیره، فاکتور لودینگش بیش از 14 میشه که معنا داره، و اگر ایستگاه بار عاملی بالایی داشته باشه ممکنه چند مهارت رو همزمان میتونه اندازه بگیره. بذارین با مثال اینو باز کنیم تا قشنگ جا بیفته. فرض کنیم توی یه امتحان آسکی ما 6 تا ایستگاه داشتیم، 10 تا دانشجو ما رفتن امتحان دادن. اول میایم توی فرمول اون جدول اکسل میگیم که کفایت نمونه رو برای اون مشخص بکنه که یه مش در میاد 74 صدم بالای 6 دهمه، پس نمونه هامون کافیه، و بارلتمون هم باید پی ولیو زیر 500 میشد که این 1000، پس این میتونیم روی این تفسیر بکنیم. حالا میایم عواملمون رو، ما عامل 1مون که مثلا مهارت معاینه بوده 3.1 شده، عامل 2 شده 2.9، بقیه عواملی هم که مثلا اندازه گرفتیم تو هر ایستگاهی زیر 1 شده، مثلا چه میدونم نسخه نویسی بوده، اخلاق بوده، چیزای دیگه هم بوده که اونا همه زیر 1 شده، ما میذاریم کنار. حالا میایم چرخش عوامل، عامل 2 مهارت ارتباطی بود، عامل 1 مهارت معاینه. تو ایستگاه 1 نگاه میکنیم، عامل 1 رو وقتی فاکتور آنالیزیش رو حساب میکنه برامون جدول اکسل میگه 92 صدم شده، ایستگاه 2 90 صدم، ایستگاه 3 88 صدم، 4 و 5 و 6 رو نگاه کنید رقماش چقدر پایینه، 8 صدم، 12 صدم و 10. تو عامل 2 برعکسه، ایستگاه 4 و 5 و 6 هستن که در واقع بار عاملی بالایی دارن. بار عاملی 1 چی بود؟ مهارت ارتباطی. پس میتونیم بگیم ایستگاه 1 و 2 و 3 ما مهارت ارتباطی رو بیشتر بررسی کرده، و ایستگاه 4 5 6 ما عامل 2 یعنی مهارت معاینه رو بهتر تونسته برای ما ارزیابی بکنه. به این ترتیب ارزش هر ایستگاه در هر مهارتی مشخص میشه که چی رو بیشتر ارزیابی کرده. برای بررسی پایایی آزمون که آیا بین ایستگاه‌های هماهنگی درونی وجود داره و اگر اساتید ارزیاب عوض بشن آیا نتایج آزمون به هم میخوره، و یک تعمیم پذیری برای تعیین میزان خطا و قابلیت استناد به نمرات از آزمون آلفای کرونباخ استفاده میکنیم. همونجور که همه جا پایایی رو با این روش بررسی میکنیم و نتیجه باید بالای 7 باشه که بگیم مناسبه. اما یه مسئله دیگه تحلیل بر اساس معیار قبولیه. ما میدونیم که در هر آزمونی بسته به اینکه بالاخره کات آف پوینت ما کجا باشه تعداد افتاده های آزمون متغیر میشن دیگه. پس خیلی مهمه که ما حداقل نمره‌ای که دانشجو باید کسب بکنه تا اون مهارت از نظر ما قابل قبول باشه رو بگیم چجوری تعیین بکنیم. خب روش های مختلفی وجود داره برای این موضوع که من 4 تا از روش‌هاشو اینجا نوشتم. یکیش روش انگوفه.
تو روش هنگفت که روش مودیفایدش هم هستش، یه تعداد خبره، یه تعداد استاد پزشکی میان هر ایستگاه رو بررسی میکنن جدا از هم دیگه که نظراتشون رو هم تاثیر نذاره. میگن هر دانشجو به نظرشون چه نمره‌ای باید بگیره تا این ایستگاه پاس بشه. خب میانگین این نمرات رو میگیرن به عنوان حد قبولی میذارن. یه روش بوردرلاین رگرژنه که هر ایستگاه رو میگن اگر نمره بدیم چه عددی باشه، کیفی بیان ارزیابی میکنن چه جوری باشه نمره مقابل قبولی، که من الان بوردرلاین رو یه دونه اصلا با مثال براتون حل خواهم کردش که چه جوری. یه روش دیگه این هستش که بیان کانتراستی گروپ متد بکنن، یعنی کلا دانشجوها رو دو گروه موفق و ناموفق بکنن، ببینن توزیع نمرات تو این دو گروه چجوریه، جایی که کمترین همپوشانی توزیع همپوشانی رو داشته باشه تحت عنوان کات آف پوینت تعیین بکنن. ولی یه روش هم که اصلا فیکس کاتافه، اصلا خودشون بیان بگن مثلا 60% کل نمره رو باید بیاره، 50% نمره رو باید بیاره. خب این عملی خیلی نیست، به خاطر اینکه عملا سختی آزمون متفاوته، همیشه نمیتونیم عدد 60 یا 50% رو بگیم. اما در عمل چی میشه؟ معمولا تو آزمونای آسکی یه ترکیبی از این روش ها رو استفاده میکنن و بعد از اینکه تعیین حالا اون حد قبولی رو کردن، درصد قبولی دانشجو و نقاط ضعف مهارتیشون رو مشخص میکنن. تو گزارش نهایی به اعضای هیئت علمی میگن که گروه بعدی مثلا باشون این موارد بیشتر کار بشه. یکی از روش‌هایی که استفاده میشه برای اینکه دانشجوهامون رو مثلا تعیین کنیم که معیار قبولی بالاخره تو هر ایستگاه چی باشه، روش بوردرلاین رگرژن، روش راحتی هم هست. میایم یه ایستگاه رو در نظر میگیریم، به استادا میگیم وقتی دانشجوها میان تو این 10 نفر، یکی بر اساس اون پرسشنامه‌ای که در ست پرسشنامه استاندارده از هر کارشون، مثلا معاینه‌شون چطور بود، خودشون رو معرفی کردن یا نه، وضعیت اخلاق چطور بود، استانداردهای مثلا استریلیزاسیون رو رعایت کردن، نه نمره بده. این نمره عددی میشه نمره عددی آسکی شد. یکی هم میگه مثلا کاری به این نمره دهی نداشته باش. در مجموع به نظر این استاد باید این دانشجو باید پاس بکنه یا بیفته. خب بالاخره یا میگه باید بیفته یا میگه نه این بوردرلاین، نمیتونم بگم بیفته یا نه تا نمره دقیق ندم. یکی هم میگه باید پاس بکنه. چون اینا مفهومی هست، ما نمیتونیم بفهمیم ارزیابی کیفی، میایم اون اول کدگذاری میکنیم. مثلا افتاده رو میگیریم 0، بوردرلاین 1، پاس 2. پس اول تبدیل به عددش میکنیم. بعد این رو توی اکسل وارد میکنیم. متغیر مستقلمون ایکسمون میشه نمره ما، متغیر وابستمون میشه اون ارزیابی کیفیه دیگه که 0 و 1 و 2 بوده. دستور اجرایی که به اکسل میدیم اون ریکامندد چارت رو میزنیم، ترند لاین رو میزنیم، به ما نمره قبولیه رو میده که مثلا تو اینجا نمره قبولی برای ما میشه 70/4. پس ما نمره قبولی رو میگیم 70، میگیم هر کی زیر 70 شد از نظر ما افتاده است. در حالی که ببینید تو اون ارزیابی کیفیه استاد 74 و 69 رو هر دو رو گفته بود بوردرلاین، ولی الان وقتی در میاد 70 دیگه بالای 70 یا قبول، از زیر 70 میشه افتاده. اما چیزی که خیلی جالب تحلیل پیشرفت است که من خودم اینو خیلی بیشتر از هر قسمت دیگه خوشم میاد. تحلیل پیشرفت 2 قسمت داره، آیتم آنالیز و بایاز آنالیز. آیتم آنالیز میاد میگه چی؟ میگه هر ایستگاه چقدر دشوار بوده و چقدر تونسته بین دانشجو ضعیف و قوی قدرت تمایز داشته. بایاز آنالیز وقتی به کار میره که یک ایستگاه رو چند تا استاد مختلف آزمون گرفتن از بچه‌ها، آیا نمرهشون فرق میکرده وقتی بسته به اون استاده سوگیری خاصی داشته تو اون ایستگاه که نمرات گروه‌های متفاوتی که استاداش تغییر کرده فرق داره یا نه. اول بریم با اون آیتم آنالیز، یعنی فرض کنیم یه ایستگاه گرفتیم، میخوایم ببینیم میزان دشواریش چقدر بوده و قدرت تمایزش چقدر بوده. برای آیتم آنالیز 5 تا چیز باید چک بشه. یکی شاخص دشواریه یا دیفیکالتی ایندکس که چجوری حساب میشه؟ از حد اکثر نمره قابل قبول رو تقسیم میکنیم به میانگین نمره کسب شده توسط دانشجو. آیتم سخت وقتیه که زیر 0.3 در بیاد این شاخص دشواری. اگه 0.3 تا 0.7 باشه یعنی مناسب بوده و اگر بیش از 0.7 یعنی آسون بوده. یه شاخص تمایز داریم یا discrimination index که دانشجویان به 2 گروه 27% بالا و 27% پایین نمره ها تقسیم میشن، مشخص میشن و محاسبه تفاوت میانگین نمره این 2 گروه رو ما میکنیم. اگر بیش از 14 بشه عالیه، اگر 0.2 تا 14 باشه مناسب بوده آیتم و اگر زیر 0.2 باشه یعنی ایستگاه شاخص تمایزش ضعیفه.
سوم، همبستگی نمره هر ایستگاه با نمره کله. آیا این نمره این ایستگاه مثلا اگه یکی ایستگاه میفته آیا همه نمرات ایستگاه دیگه هم پایینه؟ اگر کمتر از 2 باشه یعنی این ایستگاه با کل آزمون هماهنگ نیست. این ایستگاه مثلا خیلی سخته که نتونستن اینو پاس کنن. و یکی هم تحلیل پایایی ایستگاه یا reliability analysis که از آلفای کرونباخ استفاده میشه، مثل هر جای دیگه که پایایی میگیریم، و بررسی چک لیست و نمره دهی هستش که اگر اختلاف معنی دار باشه نیاز به آموزش ارزیاب یا بازنگری استاد هستش. بریم با یه مثال این رو ببینیم چجوری. خب بیایم با یک مثال اون آیتم آنالیز رو در واقع بررسی بکنیم. فرض کنیم یه آزمون آسکی گرفتیم، 5 تا ایستگاه بوده برای 10 دانشجو، سقف نمره هر ایستگاه 10 بوده. یه چنین نتایجی به دست اومده. اول قرار شد چیکار کنیم؟ شاخص دشواری یا دیفیکالتی ایندکس، یعنی تو هر ایستگاه بیایم بالاترین نمره رو تقسیم بر میانگین بکنیم ببینیم که اون ایستگاه سخت بوده یا نه. گفتیم اگر کمتر از 0.3 بشه ما میگیم که اون ایستگاه سخت بوده، اگه 0.3 تا 0.7 بشه میگیم اون ایستگاه مناسب بوده، و اگر بیش از 0.7 بشه اون ایستگاه آسون بوده. حالا تو این اگر حساب بکنیم برای هر کدوم 67 صدم، 65 صدم، 62 صدم در اومده. پس همه ایستگاه ها نسبتاً ضریب دشواریشون، شاخص دشواریشون مناسب بوده. بعد میایم شاخص تمایز یا discrimination index رو، آیا تونسته بین دانشجوی قوی و ضعیف این ایستگاه تمایز قائل بشه یا نه. 27% نمرات بالا که الان تو این جدول نگاه کنیم دانشجوی 3 و 7 و 9 هن که نمره کلشون بالاترین نمره ها شده. ما این ور نمره کلشون هم گذاشتم. و بعد 27% پایین یعنی دانشجوی 4 و 6 و 10 که نمره کلشون پایین ترین اعداد هست رو مشخص میکنیم. حالا اختلاف میانگین نمره هر ایستگاه رو برای این دو دسته دانشجو میایم بررسی میکنیم که چقدر شده. تو ایستگاه 1 میشه 4، در واقع 4 از 10 دیگه 14، ایستگاه 2 مثلا 3 ایستگاه 3 و 67 صدم میشه. اگر ما گفتیم که این رقم ما بین اگه بالاتر از 4 باشه اون ایستگاه عالی بوده قدرت تمایزش، مثل ایستگاه 1 که خود عدد 4 شده یا 14، و ایستگاه 2 تا 5 همشون بین 2 تا 14 از 3 و 67، 2 و 67، 3 و 67 اینا همشون مناسبن. اگر زیر 2 در می اومد در واقع این اون ایستگاه خوب نبوده. الان فقط ایستگاه 4 که 2 و 67 تقریبا متوسط رو به خوبه، نمیتونیم بگیم که خیلی خوبه ولی همشون نسبتا خوبه. باز به جدول اکسل یه همبستگی نمره هر ایستگاه رو میخوایم که تعیین بکنه که وقتی برامون تعیین میکنه همه ایستگاه رقمش میشه بالای نیم و این نشون دهنده اینه که خیلی خوبه. ما گفتیم اگه زیر 2 باشه همبستگی اون نمره کل نداشته، اون ایستگاه به نمره کل رو نداشته. و نتیجه کلی تحلیل ما از این آزمون اینه که هیچ ایستگاهی نه خیلی سخت بوده نه خیلی آسون، همه ایستگاه تمایز خوبی داشتن بین قوی و ضعیف و از نظر کیفیت آیتم ها مناسب بودن. بهترین ایستگاه ما هم ایستگاه 1 بوده. یه مسئله دیگه تو تحلیل پیشرفته به غیر از آیتم آنالیز بایاز آنالیز بود. یعنی چی؟ یعنی سوگیری ارزیاب. آیا تفاوت غیر منطقی بین اون نمرات اون ایستگاه وجود داشته یا نه بین ایستگاه ها؟ برای بایاز آنالیزیس یکی مسئله مقایسه عملکرد بین خود گروه از نظر خود دانشجو است که دختر و پسر آیا نمره‌شون فرق داشته یا نه، اگر از مرکز آموزشی متفاوتی می اومدن، اگر روش متفاوت آموزشی برای این دانشجوها به اعمال شده بوده آیا نمره‌شون فرق داشته یا نه. یکی بررسی واریانس نمراته که اگه با تی تست بررسی کنیم پیش زیر 500 بشه یعنی تفاوت معنیدار وجود داره. و یکی هم تحلیل بایاس احتمالیه که آیا مثلا دانشجوها توانایی هاشون با هم متفاوت بوده یا ارزیار بمون که مثلا میزان سختگیریش چقدر بوده که همون ضریب کاپا یا ICC هست و نوع طراحی ایستگاهمون رو برای ما مشخص میکنه تو این بایاس احتمالی. و یکی هم نرخ مردودی که آیا در هر گروه یا شرایط خاص مثلا اون ارزیاب و ایستگاه با هم تفاوت معنیداری وجود داشته یا نه. باز الان اینو با یه مثال براتون باز خواهم کرد. برای این مثال فرض می‌کنیم یک آزمون آسکی داریم با 4 تا ایستگاه، قراره از 10 به اینا نمره بدیم. تو هر ایستگاهی 8 تا دانشجو داشتیم، 4 تا دختر 4 تا پسر رفتن آزمون رو شرکت کردن. اول میایم بین گروه ها مثلا بین دخترها و پسرها بررسی می‌کنیم.
دخترها میانگین نمرهشون 31.5، پسرها 22.5. نمره کل رو در نظر میگیریم. یه اختلاف 9.25 نمره خیلی زیاده دیگه. پس دخترها واضحا از پسرها قوی تر بودن. حالا ما اینجا دختر و پسر گرفتیم، ممکنه 2 تا مرکز آموزشی مختلف باشن، 2 تا بیمارستان دانشجوهاش اومدن امتحان اطفال دادن، می‌خوایم کدوم یکی نمره بالاتر شده. پس این نمره کل رو بررسی میکنه. یکی دیگه واریانس نمراته، یعنی ما میخوایم ببینیم یه ایستگاه آیا به دخترها بهتر نمرات داده بوده یا پسرها. تو هر ایستگاه تکی میانگین دخترها با پسرش مقایسه میکنیم اختلافشو. الان تو ایستگاه 1 2، ایستگاه 2 2، ایستگاه 3 2.5 و ایستگاه 4 2.75. همه ایستگاه ها نسبتا به نفع دخترها بوده، به خصوص ایستگاه 3 و 4. حالا شاید آیتمی بوده که دخترها تو اونها بهتر جواب میدادن. یه تحلیل بایاز احتمالی میکنیم که بیشترین بایاز تو ایستگاه 3 و 4 بوده دیگه. بعد اونا رو بیایم بررسی کنیم. دیدیم تو ایستگاه 4 2 تا ارزیاب بود. ارزیاب A فقط دخترها رو نمره داده بود که میانگین نمره‌اش هم 8 بود. ارزیاب B فقط پسرها رو نمره داده بود، میانگین نمره‌اش هم 5 و 25. خب اینجا واضحا میگیم یک بایاز ارزیاب وجود داره، یعنی ارزیاب ما میزان سختگیری و آسانگیریش متفاوت هستش. ارزیاب دخترانمون بهتر نمره میداده تا ارزیاب پسرامون. یه روش‌های پیشرفته مثل منی فست راش مدل هم هستش که برای بررسی ارزیاب و ایستگاه به طور جداگانه استفاده میشه که حالا باز اگه خواستیم اون رو هم بعداً توضیح میدیم. نهایتاً توی تفسیری که شما می‌نویسید برای آزمون آسکی باید تمام نقاط و ضعف دانشجوهامون رو بگیم، پیشنهادی بدیم برای بهبود طراحی ایستگاه و آموزش اساتید ارزیاب قبل از آزمون اگه موردی دیدیم، و یه گزارش رسمی شامل این جدول‌ها، نمودارها و نتیجه‌گیری‌هایی که کردیم حتما توش ضمیمه کنیم و به این ترتیب آزمون آسکیمون رو تحلیل می‌کنیم. یکی دیگه از آزمون‌ها آزمون دابس بود، Direct Observation of Procedural Skill. یعنی چی؟ یعنی در اینجا دانشجوی ما تو محیط واقعی، تو محیط بالینیش، درمونگاش، بخشش، هر جایی که هست روی بیمار واقعیش کاری رو انجام میده و ما اونو مستقیما میبینیم و ارزیابی میکنیم. از قبل باید و فرم پرسشنامه‌ای که ما میخوایم نمره بدیم توش آماده شده باشه، مشخص باشه کی میخواد آزمون بده، چی رو داره آزمون میده، و بعد معیارهای ارزشیابیمون هم مشخص باشه، چیاشو داریم ارزیابی میکنیم. به 5 نمره در حداقل باید بهش بدیم، پایینتر از حد انتظار، حد مرزی، در حد انتظار، بالاتر از انتظار. یه موقع هست که نظری نداریم که البته بدون نظر رو غالبا میگن نذارید، به خاطر اینکه بالاخره یه نظری داری راجع به این استاد بده. آیتم‌های مختلف رو هم ارزیابی میکنه. خب تو اینجا شرایطش خیلی مهمه که بیمارمون واقعی، محیطمون واقعیه، پس بنابراین ممکنه که با اون استاندارد آسکی تفاوت‌هایی ما پیدا بکنیم. مهارت‌های تکنیکی رو بیشتر ارزیابی میکنیم. معیارهای ارزیابیمون باید واضح باشه، ثبتمون باید دقیق باشه. نمیشه به یه دانشجو نمره پایین بدی ولی نگفته باشی چرا نمره پایین دادی، چیش بد بوده، شرط استیل رو رعایت نکرده، مراحل آمادگی قبلش رو انجام نداده، رفتار حرفه‌ایش، یعنی باید کاملا آیتم‌های نمره دهی مشخص باشه. و بعد از اینکه آیتم‌ها رو نمره دادی باید یه ارائه بازخورد بکنی به دانشجو. حداقل دابس برای هر دانشجو در هر مثلا بخشی یا درمونگاهی باید 3 نوبت گرفته بشه با فاصله مناسب، هر بار بازخورد داده بشه ببینیم آیا دانشجو تکنیکش رو درست میکنه یا نه. مثلا یه بار سون گذاشته، شما نمره دادی، حالا بازخورد بهش میدی کجاهای کار ایراد داشت. دور دومی که امتحان میگیری با یه فاصله توقع داری که خب خیلی چیزاش اصلاح شده باشه و بعد بار سوم حداقل 3 مرحله باید این کار انجام بشه. وقتی آزمون دابس میگیریم مراحل تحلیلش چجوریه؟ باز اول از همه باید دیتاها رو جمع آوری کنیم، نتایج ارزیابی رو به صورت چک لیست جمع آوری کنیم و بیاریم در واقع اون رو در اختیار اون هم دانشجو باشه، هم استاد راهنما، هم مدیر گروه. عملکرد فراگیر رو باید ارزیابی کنیم، نقاط قوت و ضعفش رو مشخص کنیم، بازخورد بهش بدیم تا بدونه که کجاهاش احتیاج داره که اصلاح بکنه و بعد هم یک گزارشی بنویسیم ازش که گزارشمون در واقع برای ارزیابی کلی عملکرد فراگیر در طول دوره آموزشش مورد استفاده قرار میگیره. چیزی که تو تحلیل خیلی مهمه اینه که اولا باید دقت بکنیم که آیا این چیزی که ما ارزیابی کردیم جز اهداف آموزشی بوده یا نه، معیارهای عینی درستی استفاده شده یا نه، و آیا هر بار بازخورد مناسب دادیم به دانشجو یا ندادیم.
اما ببینیم این نتایج آزمون رو چجوری تحلیل میکنن. مثل هر جایی که مثل همون آزمون آسکی که گفتیم، اول یه تحلیل توصیفی داره، یعنی بیشترین و کمترین نمره رو میایم مشخص میکنیم، بگیم که دانشجو در کدوم حیطه ها ضعف داشتن و آموزش هدفمند برای اون حیطه خاص باید انجام بشه. مثلا همه دانشجو در یک حیطه ضعیف بودن. میانگین، میانه، انحراف معیار نمرات کل و هر آیتم رو مشخص میکنیم، مثلا برای آماده سازی بیمار، برای تکنیک استریل، برای اجرای مهارت، ارتباط بیمار، تو هر کدوم از اینا مشخص میکنیم. یه تحلیل پایایی میکنیم که اگه پایایی پایین باشه یعنی آموزش بیشتر ارزیابان یا بازنگری در چک لیست ها ضروریه. و برای بررسی ثبات نمرات در بین ارزیاب ها یا دفعات مکرر از آلفای کرونباخ استفاده میکنیم. همیشه برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده میکنیم. یه تحلیل روایی میکنیم که جهت اطمینان از اینکه آیتم های چک لیست ما واقعا جنبه های کلیدی مهارت بالینی ما رو سنجیده یا نه، که دو تا هست، یکی روایی سازه است، یکی روایی ملاکی. روایی سازه با مقایسه نمرات گروه های با تجربه متفاوت، مثلا کارورزا در برابر دستیارا، و قاعدتا اگر گروه ها با تجربه بالاتر باشن توقع داریم نمره اون بالاتر باشه دیگه. این نشون دهنده اعتبار آزمون ماست. یکی هم روایی ملاکیه که مقایسه نمرات دابس با سایر آزموناشون، مثلا اگه آسکی شدن آیا اینا با هم همخوانی داره یا نه نمراتشون. مورد چهارمی که در تحلیل آزمون دابس استفاده میشه تحلیل آیتم هاست، که آیا یک آیتم یا یک ایستگاه خاص با نمره کل دانشجو چقدر همبستگی داشته، میزان واریانس و میانگین اون ایستگاه نمرش چقدر بوده که نشون دهنده سختی یا آسونی اون ایستگاه هست. و میایم میزان پیشرفت دانشجو رو در اون، گفتیم حداقل 3 نوبت دابس میگیریم دیگه، در بین این دابس ها آیا دانشجو ما پیشرفت داشته یا نه. در واقع اون ترند آنالیز آموزش موثرمون، آموزش افکتیومون رو میخوایم بررسی بکنیم. و اگر دانشجوهامون از بین بیمارستان‌های مختلف اومدن برای آزمون، اون شرایط بیمارستان‌های مختلف آیا در نتیجهشون موثر بوده یا نه. اگر بین اساتید مختلف آموزش دیدن، نحوه آموزش اساتید آیا واقعا متفاوت بوده، جنس بچه‌ها فرق می‌کرده، دخترها، پسرها، اینا تو نمره دابس چه تأثیری داشته. در واقع نقاط ضعف و قوت رو تو اینجا مشخص می‌کنیم. و بعد میایم اون بازخوردهایی رو که دادیم یه تحلیل کیفی میکنیم، نظرات مکتوب اساتید دانشجویانمون رو میگیریم. اگر همه مثلا دانشجوامون دیدیم یه آیتم خاص خیلی داره تو بازخورد بهشون داده میشه، مثلا نیاز به تمرین بیشتر در آسپتیک تکنیک یا کاهش اضطراب در حین انجام مهارت برای شما ضروری است، این آیتم هایی که برای همه تکرار میشه رو پیدا میکنیم تا بعد بفهمیم دانشجو در مجموع تو چه چیزی ضعف دارن. تو آموزش های بعدی سعی کنیم اون ضعف ها رو برطرف کنیم. بیایم یه نمونه تحلیل آزمون دابس هم با هم انجام بدیم که فرض میکنیم یه پرسشنامه تهیه کردیم، 5 تا آیتم رو میخوایم توی دانشجومون ارزیابی بکنیم برای 10 تا دانشجو. آماده سازی بیمار، میزان تکنیک استریلش رو چقدر رعایت میکنه، مهارت فنی داره برای اون کار خاصی که میخواد انجام بده، ارتباط با بیمارش چطوره و رفتار حرفش. هر کدوم اینا باید کامل تعریف کرده باشیم. مثلا وقتی میگیم آماده سازی بیمار یعنی خودشو معرفی کنه، رضایت بگیره، محیط آماده کنه، کارو شروع بکنه. هر کدوم اینا باید قشنگ شفاف واضح باشه. تو هر آیتمی از 1 تا 5 نمره میدیم که پایین تر از حد انتظار، در حد انتظار، بالاتر از انتظار، نظری ندارم، اینا رو نمره میدیم بهشون. و بعد میایم نمرات دانشجو رو نمرات رو دادیم و بازخوردم دادیم، میایم جمع آوری میکنیم نمراتشون رو توی یه فایل اکسلی. 10 تا دانشجو بودن، چون 5 تا آیتم بوده، هر کدوم از 1 تا 5 حداکثر 25 میشه نمرش دیگه، یعنی یکی همه رو 5 بیاره میشه 25. پس میایم نمره کلی که 25 هستش رو نگاه میکنیم. اول یه نتایج رو به صورت توصیفی تحلیل میکنیم. میانگین نمرمون 16 و 14 بوده از حداکثر 25. بیشترین میانگین آیتم هامون آماده سازی بیمار بوده که نمره 3.5 آوردن و کمترین میانگینمون ارتباط با بیمار بوده که 2.9 و این نشون دهنده اینه که تو اینجا بچه‌ها ضعف دارن. پراکندگی نمرات رو نگاه میکنیم. بیشترین تنوع نمره مربوط به مهارت فنیه با یک انحراف معیار 1.43 که این نشون میده که دانشجویان تو این بخش تفاوت‌های زیاد دارن تو مهارت فنی. یه عده باشون کار شده، یه عده کار نشده. باید اون مورد خاصی که حالا مهارت مثلا سوندگذاری یا لوله تراشه گذاری هرچه بوده بیشتر کار بشه. و آیتم ارتباط با بیمار حداقل نمرش 1 بوده، حداکثر 4. پس این هم نیازمند آموزش تقویتی هستش.
پس ما اینجا خیلی راحت، بچه آماده سازی رو بلدن ولی تو بقیه جاها ضعف دارن که باید با اونا کار بکنیم. تو ادامه گفتیم به تحلیل همبستگی آیتم به کل رو هم میگیریم، یعنی هر آیتم چقدر با کل نمره همسوه که مهارت فنی ما الان 75 صدم شده اون آیتم توتال کالوریشنش و این نشوننده بیشترین همبستگی یعنی شاخص قویه برای کل عمل کرد. تکنیک استریل 63 صدم و آماده سازی 53 صدم، این همبستگی خوب هستش و ارتباط با بیمار 45 صدم زیر نیم شده پس متوسطه. رفتار حرفه‌ای 36 صدم ضعیف‌ترینه، نیاز به بازنگری در نحوه ارزیابی این آیتم داره یا شاید آموزش این آیتم مناسب مشکل داشته. نهایتاً از جمع این تحلیل هایی که کردیم یا چنین گزارشی از این تحلیل در میاد. اولا باید آموزش بیشتری روی ارتباط با بیمار و رفتار حرفه‌ای گذاشته بشه چون میانگینش پایین بوده، همبستگیش کم بوده. اجرای مهارت فنی به خوبی تمایز بین دانشجویان رو میتونسته نشون بده، آیتم مناسبی برای ارزیابی هستش و میتونیم از این تحلیل برای بازخورد فردی هم استفاده کنیم که مثلا هر دانشجو بدونه که دقیقاً در کدوم بخش ضعف داره و روند نمرات در چند دوره آزمون میتونه نشون دهنده این باشه که آموزش‌ها موثر بودن یا نه. من الان فقط نمره 1 آزمون رو گذاشتم، اگه چند تا آزمون داشتیم این پیشرفت میکرد، خب این پروگرس آنالیز نشون دهنده این بود که آموزش ما موثر بوده در این مورد. آزمون آخری که میخوایم تحلیل بکنیم آزمون مینی 6. مینی 6 یا مینی کلینیکال اوالیویشن اکسرسایز در واقع یک آزمون کوتاه عملکرد بالینیه. توی خود محیط بالین میایم مهارت‌های بالینی دانشجو رو استاد در همون زمان ارزیابی میکنه و بهش بازخورد میده. همه چیش، مثلا گرفتن شرح حالش، معاینه فیزیکیش، رفتارهای حرفه‌ایش، قضاوت‌های بالینیش، نحوه ارتباط برقرار کردنش و سازماندهی در واقع بیمارش. باز باید حتما اون فرم ارزیابی از قبل مشخص باشه که همه چی واضح نمره داده بشه، هیچ چیزی رو کیفی نمره ندن در مجموع. در واقع آیتم واضح شرح داده شده باشه و 5 قسمت میتونن به هر آیتمی نمره بدن، پایین تر از حد انتظار، در حد انتظار، بالاتر و نظری ندارم. خب این آزمون توسط حداقل 3 نفر انجام میشه و در واقع وظایف واقعی بالینی رو ارزیابی میکنن. چون تو محیط واقعی هست محدودیت‌های خاص خودش رو هم داره و ثبت دقیق و تکمیل فرم مداخله خیلی مهم هستش. ارائه بازخوردش حتما باید عینی و فوری باشه و این هم بهترینه که 3 نوبت انجام بشه با فاصله و بازخوردم هر بار به دانشجو داده بشه که ببینیم اگه نمره ها رو به پیشرفت باشه یعنی آموزش ما موثر بوده. مراحل تحلیل نتایج آزمون، یکی اول آماده سازی دیتا هاست که غالبا چند بود، مثلا گرفتن شرح حال، معاینه فیزیکی، مهارت ارتباطی، قضاوت بالینی، مهارت های سازماندهی، کلیت عملکرد، همه اینا ارزیابی شده دیگه. هر کدوم از اینا از بین 1 تا 5 بعضی وقتا هم 10 تا آیتمیه نمره دادن به اینها و داده ها رو توی فایل اکسل ثبت میکنن. هر تو ستون ها باید اون بود عمل کرده باشه، ردیف های دانشجوها باشن. بعد حالا شروع میکنیم به تحلیل کردن. یه تحلیل کمی داریم که تحلیل کمیش یه تحلیل گروهی دانشجوها هست که اصلا میانگین نمره و انحراف معیار تو هر بود در مجموع تو دانشجوها چقدر بوده. این کمک میکنه که بفهمیم دانشجویان به طور کلی در کدوم مهارت‌ها قوی‌تر یا ضعیف‌ترن. یکم تحلیل فردی، یعنی هر دانشجو رو خودش رو میایم بررسی میکنیم، تو هر آیتمش چه نمره‌ایش ضعیف چه نمره‌ایش قوی هستش که احتیاج به حمایت آموزشی داره و انحراف معیارش هم مشخص میکنیم تو هر کدوم از اینها که میانگین رو در آوردیم. بعد از اون باید پایایی آزمون رو بگیریم، مثل هر جای دیگه که پایایی آزمون رو که نشون دهنده ثبات نمرات در بین ارزیاب‌ها یا دفعات مکرر انجام آزمون هستش، با آلفای کرونباخ انجام میشه و مقایسه 2 گروه دانشجو با آزمون تی تست. اگه چند تا گروه بودن آنووا باید انجام بدیم دیگه. آیتم 4 که ارزیابی میشه تحلیل کیفی داده ها هستش که ارزیاب‌ها معمولا در مینی 6 کامنت و بازخورد کتبی میدن دیگه. پس با تحلیل محتوا ما میتونیم نقاط قوت پرتکرار رو استخراج بکنیم، نیازهای آموزشی مشترک رو بیان کنیم و به نوع این تحلیل کیفی مکمل اون تحلیل کمیه هستش که تو برنامه آموزشی برای ارتقاش میتونه استفاده بشه و آخرم باید یک گزارشی نوشته بشه. تو اون گزارش نهایی هر دو بعد کمی و کیفی رو باید بنویسیم و حتما هم آخرش یه سری پیشنهاداتی برای بهبود آموزش باید داده بشه.
خب اگه بخوایم یک نمونه برای تحلیل آزمون مینی 6 رو بگیم، فرض کنیم که در بخش داخلی از 5 تا کارورزمون آزمونی بر پایه مینی 6 گرفتیم. میایم تحلیل کمی دیتاهاش رو میکنیم. این دانشجوهای ما شرح حال، معاینه بالینی، قضاوت بالینی، مهارت ارتباطی، سازماندهیشون، نهایتاً یه مقدار از دانش پزشکشون رو ارزیابی کردیم و اصول حرفه‌ای کار و آیا اخلاق رو رعایت کردن یا نه. دو نوع تحلیل میکنیم: تحلیل گروهی، تحلیل فردی. تو تحلیل گروهی میبینیم که قوی ترین ایده ها اول رعایت اصول حرفه‌ای و دوم مهارت ارتباطی بوده. خب این خیلی خوبه، ولی وقتی ضعف هیته ها رو میخوایم بررسی کنیم میبینیم در دو هیته، یکی مهارت تصمیم گیری بالینی و یکی سازماندهی کار، مشکل داشت. پس این دانشجوهای ما نیازمند مجموعاً یک کارگاه استدلال بالینی هستند. اگر تک تک دانشجوها رو بیایم تحلیل فردی کنیم، می‌بینیم تو دانشجوی آی ما درسته که تو همون اصول حرفه‌ای بر ارتباط با بیمار خوب بوده، ولی علیرغم دانش پزشکی که خوب داشته، دانش پزشکیش خوب بوده وقتی میپرسیدیم، ولی در قضاوت بالینی ضعف داشته. پس اون هم استدلال بالینی میخواد. دانشجوی بی ما تو همه حوزه ها نسبتا نمراتش رو به بالاست، باید فقط تو بهبود عملکردش بیشتر باش کار کنیم. دانشجوی سی بالاترین نمرات تو ارتباط و حرفه‌مندی داشته، ولی تو معاینه فیزیکی ضعیف بوده، در حدی که نهایتاً هم عملکردش ضعیف‌ترین نمره رو آورده. دانشجوی دی ما تو همه هیته ها نسبتا خوب بوده، فقط برای قضاوت بالینی بهتر یک کارگاه استدلال بالینی رو بگذرنه تا مثل بقیه نمراتش بیاد بالا. دانشجوی ای ما تو همه حوزه ها نسبتاً متوسط، حتی میشه گفت یک کمی رو به پایینه، نیاز به پیگیری آموزشی و بازخورد مستمر داره که بهتر بشه. اگر همین دانشجوها رو بخوایم تحلیل کیفی داده‌هاشون رو بکنیم، نقاط قوت شد احترام به بیمار، رعایت اخلاق حرفه‌ای، علاقه‌مندی و انگیزه در انجام معاینه و یک تسلط نسبی بر اصول شرح‌حالگیری استانداردشون. نقاط ضعفشون تو سازماندهی فرآیند معاینه بود و مدیریت زمان که خب باید اینها رو به عنوان ضعف آموزشی در نظر بگیریم و حتما روی اینا کار بکنیم، چون تو فرآیند معاینه و مدیریت زمان اگه مشکل داشته باشن در واقع یک ضعفی هم می‌بینیم تو تصمیم گیری بالینی و ارائه طرح درمان براشون ایجاد میکنه. در جمع اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، نتیجه گیری کنیم، میگیم بیشتر دانشجوامون تو مهارت‌های پایه مثل شرح حال معاینه خوب و قابل قبولن، اما در سطوح بالاتر یعنی تصمیم گیری و ارائه طرح درمان ضعف دارن. اینا دانشجوی کارورز ما بودن. تو کارآموزی طبیعیه، برای که اونا هنوز تو تصمیم گیری مشکل دارن، ولی تو کارورزی دیگه نباید این ضعف دیده بشه. خب بر اساس این تحلیل‌ها یه سری نتایج آموزشی هم در میاد و باید پیشنهاداتی رو بدیم. بعد بگیم که کارگاه‌های تصمیم گیری بالینی برای اینها بذاریم، افزایش جلسات آموزشی مهارت معاینه عملی، بازخورد مستقیم بهشون بدیم، مهارت‌های سازماندهی و مدیریت زمان رو یادشون بدیم. می‌تونیم با یه سری آزمون‌های آسکی که طراحی می‌کنیم اونها رو کم کم با موقعیت‌های پیچیده آشنا بکنیم و تمرینشون بدیم و این بازخوردمون رو باید مرتب ادامه بدیم تا دانشجوامون نقاط ضعفشون برطرف بشه. امیدوارم که خسته نشده باشید. من برای همه آرزوی موفقیت میکنم. مهم این هستش که آزمون هایی که میگیریم اون عدالت در واقع ارزیابی برای دانشجوامون رو رعایت کرده باشیم و در واقع ارزیابی دانشجو بر اساس معیارهای واضح و برای همه دانشجو به یک صورت انجام شده باشه و هیچ گونه سوگیری از طریق ارزیابی یا ایستگاه یا شرایط محیطی برای دانشجوامون اعمال نکنیم. موفق باشید.